من تیراندازی نکردم. نزن، گوش کن، فقط گوش کن. محضر رضای خدا بشنو ببین بفهم. وقتی اون عوضی دستور حمله داد باید یه گوله تو مغز اون شلیک کردی، باید سربازاتو جلوی اون ردیف میکردی. نباید میذاشی جوونه دست گل مردم به گوله ببندن. اون احمد، اون آرمین کافه چیه بیچاره، بمیرم برای دل مادر باشون، بمیرم. آخه چیکار کرده بودن اون بچه ها؟ تو بگو فقط از مملکتشون دفاع کرده بودن، تو هیچ کاری نکردی. باشه قبول اونا کشتن. تو الان اینجا چیکار میکنی؟ به من بگو. وایسادی به اون عوضی آشغال احترام نظامی میدی؟ به من بگو. من تو این دستا تن بیجون پروین گرفتم. تو دستای من تنش هنوز گرم بود. تو دستای من مرد. میفهمی؟ از این دستا حالم به هم میخوره.